بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. در درس دین روز ما به همین صحیفه رسیده بودیم، اقسام حدیث صحیح و حسن. و من برای شما فهمانده بودم که حدیث صحیح گرچندی که یعنی حدیثی رو گفته می شود که ذاتاً 5 شرایط رو برمیگیرد، که یعنی من به شما پیش کرده بودم که 3 تاش رابطه دارد، مربوط به سند هست، و دو تا شرایط حدیث صحیح رابطه به متن حدیث می داشته باشد، یعنی که اتصال سند، راویان عادل و راویان ضابط، یعنی که ضابط یعنی که راویانی که حافظشان کامل باشد. این 3 شرط ربط دارد به سند حدیث، و شرطی که شذوذ و علت نداشته باشد این ربط دارد به یعنی رابطه دارد به متن حدیثی صحیح. یعنی که این 5 شرایط وقتی که پوره شود حدیث را حدیثی صحیح گفته می شود، و یعنی انیقتر صحیح لذاته. اما اگر حدیث در یک شرط کمبودی داشته باشد که این شرطی حافظه کامل داشتن هست، یعنی که در سند حدیث یک راوی وجود داشته باشد که از جهت خاطرش، از جهت حافظش کمبودی داشته باشد، نه اینکه کمبودی زیاد، نه اینکه خاطرش ضعیفی بد باشد، کمزوری بد باشد، بلکه کمک، یعنی که خاطرش، حافظش کامل نیست اما یعنی کمبودی دارد، بعضی وقت خطا کرده میتواند. یعنی این خیلی اگر کمبودی باشد در سند حدیث، یعنی در شرایط صحت حدیث، حدیث صحیح گفته نمی شود، حدیثی حسن گفته می شود. خب چنانه که در اینجا می بینید حدیثی که ذاتاً 4 از 5 شرایط صحت را دارد، و همان یک یعنی یک شرطی که کمبودی دارد، همان شرطی یعنی نقصان داشتن یا اینکه پر نبودنی حافظه راوی می باشد، یا اینکه یک راوی باشد یا اینکه از یک راوی بیشتر. خوب، اما وقتی که حدیثی حسن لذاته، وقتی که به این متن یک سند دیگر اگر وجود داشته باشد، یک یا بیشتر سند اگر وجود داشته باشد، این حدیثی حسن لذاته بالا می شود، قوت دارتر می شود، چون که یک سند دیگر هم وجود دارد، و این حدیثی حسن لذاته را اکنون یعنی با سند دومی که قوت میدهد به سند اول، این را متابعه گفته می شود. خب متابعه یا اینکه شاهد، سندی که قوت میدهد. اما به هر حال یعنی که حدیثی حسنی که سند دوم داشته باشد یا اینکه از یک سند زیادتر داشته باشد، این قوت دارتر می شود و این را حدیثی صحیح لغیره گفته می شود. و همین هست که من از همین سبب هست که من در اینجا نوشتم از سبب قوتی که سند دوم به او می دهد از درجه حسن بالا می شود به صحیح. و برای چی این خیل هست؟ برای آن که وقتی که یک سند باشد و در این سند یک راوی وجود داشته باشد که قوت ذهنیش کامل نباشد، از کامل متوسط باشد، پایانتر باشد، این به ما اشاره میکند که میتواند که این راوی کم ترک یا خطا بشنود یا کمک خطا کند. اما وقتی که سند یعنی در متن همین حدیث، اما وقتی که سند دوم به وجود بیاید یا اینکه ما یک سند دوم را پیدا بکنیم بیابیم که یعنی همون متن را ذکر کرده هست، همون گفته یا اینکه فعل پیامبر صلی الله علیه و آله را ذکر کرده هست، اما از جهت سندش دیگر راویان همون حدیث را روایت میکنند، این به ما اشاره میکند که همین راوی که کمک خاطرش ضعیف هست خطا نکرده است، چون که اگر خطا میکرد فقط خودش خطا میکرد. اما در اینجا یک سند دیگر هست که دیگر راویان هم همین عین متن را روایت کرده اند. پس چون که برای یک سند حدیث، برای یک حدیث که متن می داشته باشد و سندش راوی می داشته باشد که خفیف و ضبط دارد، یعنی که یعنی حافظش کمک پایانتر می باشد، وقتی که یک سند دیگر هم با وجود بیاید یا اینکه ما یک سند دیگر را هم بیابیم، این دو سند یک جایه شده همین متن را قوت میدهند و از درجه حسن لذاته بالا میسازند به درجه صحیح. اما صحیح به ذات خودشان نه، از سبب غیرشان،
از سببی که دو سند وجود دارد. و بعدا حدیثی که اصلا ضعیف بود که ما انشاءالله در وقتی که به موضوع ضعیف داخل شویم در آنجا من میفهمونم که از کدام سبب ها حدیث ضعیف می شود. اما وقتی که حدیث ضعیف باشد، یعنی که در سندش کمبودی باشد یا اینکه یگام خیل شذوذ و علت داشته باشد در متنش، وقتی که یک سند دیگر ما پیدا میکنیم یا اینکه یک تا نباشد 2 تا 3 تا سندهای دیگر هم وجود داشته باشد برای همان متن، این تمام این سندها به ما اشاره میکنند که گرچند که این راوی مثلا نقصان دارد و تمام شرایط را پوره نمیکند، اما در همین حدیث خطا نکرده است. چون که اگر خطا میکرد این 2 3 سندهای دیگر یعنی نمی بود. چون که مثلا به شما یک کس یک خبری را بیارد و آن شخص مثلا خاطرش آنقدر خوب نباشد یا اینکه صفتهای خوب نداشته باشد، یک گپی را اگر به شما پیش کند، یا مثلا همین مثال رو میگیریم که یک کسی به شما یک چیز را بگوید که خاطرش خوب نباشد یا اینکه از جهت اخلاقش کمی کمبودی داشته باشد، بعضی وقت دروغ بگوید یا بعضی وقت گپها رو یعنی نادرست پیش کند. وقتی که تنها همون شخص باشد و به شما یک گپی رو پیش کنند، شما شک می داشته باشید به گپی همون شخص، یعنی فکر میکنید که همین شخص راست میگوید، دروغ میگوید، یا اینکه همین شخص مثلا خطا نمیکند، شاید این نادرست فهمیده باشد، این زیادی وقت این کمک ذهنش کند هست، بعضی وقت نادرست میفهمد. اما وقتی که بعد یک شخص دیگر هم بیاید همون گپ رو به شما بگوید و یک شخص سوم و چهارم، گرچند که همشون اگر کمک از جهت ذهن و قوت ذهنی اگر کمبودی هم داشته باشند، راویان درجه اعلا هم نباشند یا اینکه دانشمند باشند و یعنی در علم یک درجه داشته باشند، اما وقتی که چندین اشخاص به شما می آید به طرف شما می آیند و یک گپی را می گویند، شما فکر میکنید که خوب این چندین اشخاص شد که به من این گپ را می رسانند، برای همین هست که این گپی آنها یعنی تا یک درجه درست هست و من گپی آنها باور میکنم چون که این یک شخص نآمد این گپ را نگفت، همان شخصی که ضعیف هست و خاطرش خوب نیست، فقط یک شخص آمده این گپ را نگفت، چندین اشخاص گفت، پس یعنی که این گپ یعنی درست هست، حقیقت دارد. فهمیدین؟ پس همین هست حدیث ضعیف که وقتی که از جهت بعضی یعنی ضعیف جدا نباشد، یعنی که حدیث ضعیفی که خیلی زیاد ضعیف هست آن درجه رو ما در نظر نداریم، اما وقتی که کم یعنی ضعیف باشد به درجه کم، یعنی که راوی مثلا خاطره خوب نداشته باشد یا اینکه بعضی دیگر یعنی خطا میکند و در فهمیش کمک نقص دارد، وقتی که این خل یعنی بعضی صفت ها اگر داشته باشد و حدیث رو ضعیف بسازد، اگر فقط تنها یک سند باشد یعنی سند رو ضعیف گفته می شود. اما وقتی که دیگر سندها هم با وجود بیایند، حدیث ضعیف رو یعنی قوت می دهند و یک جای شده به درجه حسن بالا می شوند، اما این را حسن لغیره گفته می شود. فهمیدید؟ پس از سبب قوتی که سند دوم به او می دهد، می تواند سند دوم، سوم و چهارم باشد، از درجه ضعیف به درجه حسن می رسد. خب اکنون دوام می کنیم به دیگر صحیفه. مثال حدیث حسن لذاته، یعنی که اصلا حدیث حسن که فقط در یک شرط از جمع شرایط صحت یعنی کمبودی دارد که مثلا در سندش یک راوی یا بیشتر خاطرش کمک کمزور هست، کمک ضعیفتر هست، یعنی خاطره این خیلی نیست که خاطره بد دارد، خاطرهش کامل نیست اما متوسط هست یا اینکه کمک از درجه کمال پستر هست. وقتی که این خل باشد حدیث حسن یعنی گفته می شود و من برای شما از کتاب جامع الترمذی یک حدیث رو پیش می کنم. این از باب ما ذکر ان ابواب الجنة تحت ظلال السیوف. این بابی هست در موردی که جنت، دروازه های جنت زیر یعنی سایه های شمشیرها می باشد. اصلا این حدیث مقصدی درس ما نیست، یعنی در فقه این داخل نمی شویم که این حدیث چیست و معنایش چیست، شرح این حدیث چیست. ما باید یعنی من چونایی که به شما گفتم فن حدیث زیادتر رابطه دارد با سند، ما باید از جهت سند نظر کنیم و از جهت سند حدیث به حکم حدیث رو بفهمیم. خب پس در اینجا سند رو من به سبز رنگ کردم و متن حدیث رو یعنی به پورگی نماندم، علما نمیمانند همچون مثال، چون که فقه یعنی متن حدیث در اینجا نیست،
یعنی ما در فقه همین حدیث و در شرح همین حدیث صحبت نمیکنیم، درباره سندش زیادتر صحبت میکنیم. پس این است متن حدیث. خوب، بس أهمية بديت. حدثنا قتيبة قال حدثنا جعفر بن سليمان الضبعي عن أبي عمران الجوني عن أبي بكر بن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال سمعت أبي بحضرة العدو يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أبواب الجنة تحت ظلال السيوف. یعنی که همین سند رو من برای شما در این صحیفه بعدی این خیلی آسان کرده پیش میکنم، میفهمونم که شما سند رو چه خیلی بفهمید. اما برای حال خواهش است که همتون باید بدونید که سند حدیث چیست و متن حدیث چیست و در کجا است. خب وقتی که این خیلی میبینید که کلمه های حدثنا و اخبرنا می آید، در اینجا اخبرنا نیست اما حدثنا و اخبرنا و انبأنا وقتی که می آید و عن وقتی که می آید، سمعتو قال یقول وقتی که می آید و نامهای راویان که می آید، این قسمت حدیث را سند یا اینکه اسناد حدیث گفته می شود. و زیادی وقتی که قال رسول الله صلی الله علیه و سلم می آید، فوراً بعد از همین قال یعنی متن حدیث به وجود می آید. متن حدیث می باشد چون که قول پیامبر صلی الله علیه و سلم پیش کرده می شود. بعضی وقت قول پیامبر صلی الله علیه و سلم نمی باشد اما فعل پیامبر صلی الله علیه و سلم می باشد، چنانی که در مثالی صحیح شما دیده بودید. یک بار دیگر نظر میکنیم. من پیامبر صلی الله علیه و سلم رو شنیدم که در نماز مغرب سوره طور رو خواند. پس این است متن حدیث چون که فعل پیامبر صلی الله علیه و سلم رو بیان میکند راوی. و در اینجا بعداً این بسیار که نوشته میبینید، این یعنی همش نوشته های امام ترمذی هست که در اینجا باب رو یعنی عنوان باب رو یعنی میگذارد و بعداً در مورد همین حکم همین حدیث کم ترک سخن میگوید که هذا حدیث حسن غریب، این حدیث حسن هست و غریب هست. حسن یعنی که از جهت قوت حسن هست، از جهت عدد سندهایش غریب هست. و غریب تا حال ما یاد نگرفتیم اما من یعنی خیلی آسان هست، یعنی که به همین حدیث فقط یعنی به همین متن فقط یک سند وجود دارد. متوجه شدین؟ وقتی که برای یک متن حدیث یک سند اگر وجود داشته باشد که همین یک سند هست که در این صحیفه من با شما نشان میدهم، این حدیث را حدیثی غریب گفته می شود. خوب، یعنی که از دو جهت نام میگذارد به همین حدیث. میگوید که از جهت قوت حسن هست و از جهت عدد سندش یک تا دارد. اما ما به همین حسن توجه میدهیم. میگوید لا نعرفه الا من حدیث جعفر ابن سلیمان الضبعی. ما این حدیث رو نمیشناسیم، نمیدانیم، نیافتیم مگر از یعنی از حدیثی یعنی که از سندی جعفر ابن سلیمان الضبعی که در اینجا نامش در این سند هست. یعنی که فقط همین یک سند وجود دارد برای همین حدیث و یک سند داشتن به حدیث ضرری نیست. میتواند که برای یک متن حدیث یعنی یک سند باشد، این باقی ندارد. مهم همین هست که سند یعنی قوت داشته باشد و در سند مردمانی نباشد، راویانی نباشد که صفتهای غیر مقبول داشته باشند. خوب، پس در اینجا من مثلا ترجمه همین سند رو با شما نویستم که می رود برمیگردد به پیامبر صلی الله علیه و سلم. این ابواب الجنتی همان درهای بهشت در زیر سایه شمشیرها هستند و حدیث دوام دارد. خوب، و بعداً حکم همین حدیث را امام ترمذی پیش میکند و میگوید. اگر در صحیفه بعدی نظر کنید، در اینجا سند را من برای شما آسان کرده نویستم. خوب، همچون یک خریطه کرده برای شما نویستم، خیلی آسان هست. در اینجا اهمیت بدهید. این از سند حدثنا با ما در اینجا سر میکند حدثنا قتیبه با ما حدیث رو یعنی بیان کرد، نقل کرد. این رو کی میگوید؟ این کتاب کیست؟ امام ترمذی. یعنی که امام ترمذی در کتابش وقتی که یک حدیث رو پیش میکنند، از کی همین حدیث رو شنیده است؟ از قتیبه شنیده است. پس کسی که این کلام رو میگوید این امام ترمذی هست. یکم شخصی که در این سند هست امام ترمذی هست. من در اینجا فراموش کردم نویسم ترمذی، اما در این پایان اگر خودتون همین صحیفه ها رو گرفتید یا بعدا من اضافه میکنم، در اینجا باید ما بمانیم امام ترمذی که محدث هست از قتیبه شنیده است. و بعداً قتیبه از کی شنیده است همین حدیث رو؟ از جعفر بن سلیمان الضبعی. پس چنانی که میبینید قتیبه از جعفر بن سلیمان الضبعی حدیث رو شنیده است و همین جعفر بن سلیمان از ابو عمران الجونی و ابو عمران الجونی از ابو بکر شنیده است. ابو بکر از ابو موسی الاشعری شنیده است. خوب، من همین خیلی نام ها رو چی کردم؟ از سند گرفتم و به این شکل گذاشتم تا اینکه شما ببینید
که یعنی این اشاره میکنم که بالا میرود به پیامبر صلی الله علیه و سلم، یعنی که از جهت تاریخ امام ترمذی از قتیبه یعنی که ما پس میریم به تاریخ و همین خیلی سند میرسد به پیامبر صلی الله علیه و سلم و ابو موسی الاشعری صحابی میباشد رضی الله عنه. فهمیدین؟ پس همین سند حدیث در اینجا چیست؟ در اینجا یک شخص هست به نام جعفر بن سلیمان. همین جعفر بن سلیمان که من به رنگ زرد به شما پیش کردم، همین از جهت قوت ذهنیش کمبودی دارد، یعنی ذهنش خاطرش کامل نیست، ضعیفتر هست، یعنی ضعیفی بد نیست اما کمبودی دارد، کامل ذهن کامل ندارد، متوسط و کمبودی دارد. از این سبب هست، فقط از همین سبب هست که امام ترمذی این حدیث رو حدیث حسن میگوید و این یعنی میتواند که یک محدث دیگر جستجو کند، تحقیق پیش برد برای همین حدیث و یعنی یک حکم دیگری را پیش کند، یک نقطه دیگری با آن محدث و با آن مجتهد معلوم شود که یعنی حکم این حدیث رو دیگر حکم بدهد. اما یعنی ما وقتی که پیروی میکنیم احکام حدیث، ما در این بخش هم از علمان سلف یعنی پیروی میکنیم، از همین علمان محدثین پیروی میکنیم که آنها در مورد همین احادیث چی گفتن و حتی وقتی که فقیهان هم حدیث ها رو همچون دلیل میگیرن، آنها هم یعنی از پیش خود به حدیث تحقیق پیش میبرند و به حدیث یعنی حکم میدهند. پس وقتی که امام مالک یا امام شافعی و امام ابو حنیفه رحمهم الله وقتی که یک حدیث رو همچون دلیل میگیرند، پیش از پیش چی میکردن؟ همین یعنی تمام شرایط حدیث رو نظر میکردن که آیا تمام شرایط حدیث پوره هست و در کجای حدیث کمبودی هست و از جهتی که کمبودی حدیث چیست، آیا همچون دلیل گرفته می شود یا نه. خوب، پس این نقطه خیلی مهم هست، فراموش نکنید که یعنی وقتی که یک محدث یک حکم داد بر حدیث، این یعنی احتمال دارد، یعنی این ممکن هست، امکانیت دارد که یک محدث دیگر حکم را پیش کند و یک فقیه دیگر حکم را پیش کند. فهمیدید؟ این برای همین هست که بعضی وقت یکم حدیثی یعنی پیش می شود که مثلا امام بخاری یا اینکه یکم امام دیگر صحیح میگوید، اما یعنی زیادتر با یعنی صحیح بخاری فرق کرده نمی شود، اما باز هم یک فقیه یا اینکه یک امام مذهب آن حدیث رو نمیگیرد همچون عمل، چونکه یا اینکه در حکم فرق میکند با همان یعنی با همان امام یا اینکه محدث، یا اینکه از جهت دیگر سبب ها آن حدیث را همچون دلیل نمیگیرد، مثلا از جهتی که آن حدیث خاص هست با یکم شخص یا اینکه با پیامبر صلی الله علیه و سلم، یا اینکه حدیث یعنی معمول بهی نیست، برای عمل یعنی استفاده کردن نمیشود و غیره و غیره. خوب، پس این از حدیثی سندی همین حدیث. امیدوارم که شما سند و متن را فرق کرده تونستید و این مثال حدیثی حسن را خوب فهمیدید که برای چی این حدیث صحیح گفته نمی شود، حسن گفته می شود، از سبب همین جعفر بن سلیمان الضبعی. و حتی که همین کمبودی هست، باز هم حدیث قبول می شود، برای عمل گرفته می شود، چون که برای هیچ کس نگفته است که برای که به حدیث عمل کرده شود فقط آدم می تواند که حدیث صحیح را استفاده کند. کسانی که از علم حدیث یگام کتاب نخواندن، یگام علم ندارن، فقط آنها این گپ را میگویند. شما این رو توجه بدهید، این فرق نمی کند که عالمی حنفی باشد و مالکی باشد یا اینکه عالمی سلفی باشد. هر عالمی که فن حدیث را خوانده باشد میداند که آدم فقط از حدیث صحیح دلیل نمیگیرد، بلکه همین قسمی حدیث مقبول یا دلایل حدیثی وسیع‌تر هست که همین دو نوع را شامل میکند، هم نوعی حدیث صحیح دلیل بوده میتواند و هم نوعی حدیث حسن. با هر دوی نوعهایش که من انشالله به همین حکم می آیم. بعدا نظر کنید مثال حدیث صحیح لغیره. برای چی باز دوباره گشتیم به صحیح؟ برای که میدانید که حدیث وقتی که در اصل ذاتاً حسن باشد، اما یک سند دیگر اگر وجود داشته باشد، با این سند اولی قوت میدهد و هر دوی این سندها یک جای شده بالا میشوند به درجه صحیح. پس این است مثال برای حدیث صحیح لغیره که باز هم از جامعه امام ترمذی می باشد. باب ما جاء فی السواک، باب در مورد سواک، مسواک. خوب، حدثنا ابو كريب قال حدثنا عبدة بن سليمان
عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة. پس نظر کنید این به سبز سندی حدیث هست. این عنوانی باب هست که در جامع ترمذی امام ترمذی گذاشته است و این سندی حدیث هست و این متن حدیث هست که پیامبر صلی الله علیه و آله میفرمایند در اینجا ترجمه است که اگر برای امتم مشکل نمی بود آنها را برای استفاده مسواک در هر نماز امر میکردم. یعنی که آنها مسواک رو در وقتی هر نماز یعنی پیش از نماز خوندن استفاده کنند. این از حدیث. ما در فقه این حدیث داخل نمیشیم، در سند نظر میکنیم. خوب، یعنی که اولا امام ترمذی این حدیث را از ابو کریب شنید، ابو کریب از عبدة بن سلیمان. در همین جا نامهایشان می آید، اما برای که ابتدا کننده بعضی وقت سرگم میزند این خریطه خیلی آسان میکند. از عبده شنید و عبده از محمد بن عمرو و محمد بن عمرو از ابو سلمه از ابو هریره رضی الله عنه. باید این ابو هریره باشد. من همین خیلی از این صحیفه قبلی چون که گرفتم در حالت جری هست. به هر حال و ابو هریره رضی الله عنه از پیامبر صلی الله علیه و آله این حدیث رو شنید، این کلام رو شنید. پس این از سندی همین حدیث. پس ما نظر میکنیم از جهت تحقیق کردن، یعنی که ما تحقیق نمیکنیم، ما تحقیقات رو پیش نمیبریم، ما فقط میفهمیم که محدثین چی طور تحقیق کرده اند در باره همین حدیث. پس در این سند گپ در موردی همین راوی هست محمد بن عمرو. یعنی درباره همین امام ترمذی چی گفته است، یعنی و امام ابن صلاح هم کلام کرده است و امام ابن حجر هم یعنی تحقیق برده است که درباره همین در مورد همین راوی کمبودی هست. از چی جهت؟ از همین جهتی که من پیش برای شما در مثال قبلی هم گفته بودم که همین راوی هم خاطرهش کامل نیست، بلکه کمبودی هست. کمبودی شدید نیست، متوسط هست. پس از همین سببی که خاطرش کامل نیست اما کمبودی دارد، محمد بن عمرو در اینجا یعنی حسن هست از جهت قوتی حافظش. و برای همین هست که این حدیث، همین حدیثی که با همین سند هست، یعنی که همین حدیثی که در اینجا میبینید که در جامع ترمذی امام ترمذی روایت میکنند، اگر همین حدیث فقط همین سند را میداشت، یعنی که همین متن، همین کلام پیامبر صلی الله علیه و آله اگر فقط همین یک سند میداشت، این حدیث را حدیثی حسن لذاته گفته میشد. اما در اینجا گپ دیگر خیلی هست. این حدیث و همین متن، وقتی حدیث میگویم و متن میگویم بعضی وقت یعنی این دو کلمه رو چی میکنم مرادف هستن. بعضی وقت حدیث میگویم متن رو در نظر دارم. خوب، پس شما متوجه باشید. پس همین متن که هست، این متن فقط یک سند ندارد بلکه دیگر اسانید هم دارد و با همین نقطه امام ترمذی اشاره میکند و میگوید که و حدیث ابی سلمة عن ابی هریره و زید بن خالد عن النبی صلی الله علیه و سلم کلاهما عندي صحیح. چی میگوید؟ صحیح. که حدیثی همین ابو سلمه از ابو هریره دیدن، این حدیث هم و یک حدیث دیگر هست از زید بن خالد که همین متن را دارد اما یک دیگر سند هست. هر دوی این سندها یعنی هر دوی همین حدیث ها در نزد من صحیح هست. یعنی چی میگوید که همین حدیث گرچندی که محمد بن عمرو از جهت خاطرش و قوت ذهنیش کمبودی دارد، کامل نیست، باز هم این حدیث در نزد من حکمی صحیح رو میدهم. برای چی؟ من میخوانم اما برای آن اگر خلاصه کنم، برای آن که به همین متن چندین تا اسانید سندها وجود دارد و در اینجا میفهماند که لانه قد روی من غیر وجه عن ابی هریره، چون که این حدیث روایت شده است از دیگر سند هم که از ابو هریره رضی الله عنه نیست. یعنی که این سند از ابو هریره رضی الله عنه روایت شده است همین متن، اما یک سند دیگر هم وجود دارد برای همین گفته پیامبر صلی الله علیه و آله، برای همین متن که به دیگر صحابی برمیگردد. فهمیدین؟ به دیگر صحابی چون که برمیگردد و دیگر متن هم برای همین حدیث، برای همین متن وجود دارد. برای همین هست که هر دوی همین متن ها، هر دوی همین حدیث ها بالا می شوند و درجه صحیح قوت دارتر می شوند، اما صحیح لذاته نه بلکه حدیثی صحیح لغیره. و در اینجا صراحتا و واضح می گوید که حدیث ابی هریره انما صحیح لانه قد روی من غیر وجه. حدیث ابو هریره
به شکی صحیح قرار داده شده است، یعنی که صحیح شماریده شده است، حساب کرده شده است، گفته شده است، چون که روایت شده است از غیر از یک سند، من غیر وجهین، یعنی بغیر از یک سند از دیگر سندها هم روایت شده است. فهمیدید؟ پس این هست یک مثالی حدیثی صحیح لغیره. و بعداً یک مثال آخران، مثال حدیثی حسن لغیره. تا اینجا چی کردیم؟ مثالی صحیح رو دیده بودیم. مثال حسن لذاته رو من با شما پیش کردم. بعد حدیثی یعنی حسن لذاته که یک سند دیگر دارد و بالا می شود با صحیح لغیره هم حاضر دیدیم. اکنون حدیثی حسن لغیره، مختصرا آن حدیث رو گفته می شود که در درجه توقع بودن ضعیف هست، اما وقتی که یک دیگر سند هم با او یعنی با متن او قوت می دهد، یک سند دیگر هم به همان متن وقتی که وجود داشته باشد، حدیث را از درجه ضعیف بالاتر می سازد به درجه حسن، اما حسن لغیره گفته می شود. پس این حدیث را نظر کنید. حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا يحيى بن سعيد وعبد الرحمن بن مهدي ومحمد بن جعفر قالوا حدثنا شعبة عن عاصم بن عبيد الله قال سمعت عبد الله بن عامر بن ربيعة عن أبيه أن امرأة من بني فزارة تزوجت على نعلين، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أرضيت من نفسك ومالك بنعلين؟ قالت نعم. قال فأجازه. این باید یعنی کسره باشه در اینجا. این بعضی وقت همین خیلی می شود در شبکه اینترنتی، اعراب ها و حرکت ها هر طرف می روند. به هر حال این از سند حدیث و این از متن حدیث که همین راویان، ببینید امام ترمذی، این هم از جامعه ترمذی هست. امام ترمذی این حدیث رو از 3 استادش میشنود، از 3 شیوخش، از یحیی ابن سعید، از عبدالرحمن ابن مهدی و از محمد ابن جعفر. همین گپ رو میگوید که با ما حدیث بیان کرد، یعنی که میتواند که خودش باشد فقط یا اینکه خودش و همسینفانش یحیی ابن سعید و عبدالرحمن ابن مهدی و محمد ابن جعفر آنها گفتند. فهمیدید؟ پس از 3 شیوخش میشنود که آنها از شعبه شنیده بودند، امام شعبه. خوب، و امام شعبه از عاصم ابن عبدالله شنیده بود و همین عاصم از عبدالله ابن عامر ابن ربیعه و عبدالله پسری که همین عامر هست از پدرش عامر ابن ربیعه شنید و عامر ابن ربیعه از پیامبر صلی الله علیه و سلم روایت میکند. خوب، که یعنی یک این متن هم عملی پیامبر صلی الله علیه و سلم را یعنی نقل میکند و هم گفته پیامبر صلی الله علیه و سلم را. خوب، که این عامر ابن ربیعه چی گفت؟ که ان امرأة یک زن از قبیله بنی فزاره، از بنی فزاره، در مقابل 2 پایافزال ازدواج کرد. تزوجت علی نعلین. و پس فقال رسول الله صلی الله علیه و سلم، پیامبر صلی الله علیه و سلم چی گفت؟ فرمود آیا تو از جان خود و مال خود به 2 پایافزال راضی هستی؟ قالت نعم. او گفت بله. قال فاجازه. پس پیامبر صلی الله علیه و سلم این ازدواج رو اجازت داد. اجازه اجازت داد آن را، یعنی که ازدواج رو اجازت داد. فهمیدی؟ یعنی این در بحث مهر هست. اما ما باید باز هم با شما میگویم که یعنی وقتی که حدیث یاد میگیریم به سند زیادتر توجه میدیم، چون که این مصطلح الحدیث هست، اصول حدیث هست، نه اینکه فقه حدیث. در همین جا یک راوی هست، در سند همین حدیث یک راوی وجود دارد به نام عاصم ابن عبدالله و مقابل به مثال های پیشتره عاصم ابن عبدالله از جهت خاطره خیلی کمزور بود، یعنی که کم ترک پایانتر نبود اما خیلی ضعیف بود. از این سبب این حدیث ضعیف حساب می شود. اما برای چی این را حسن لغیره گفته می شود؟ چون که چنانکه که امام ترمذی حالا می گوید به همین سند ضعیف خیلی زیاد اسانید دیگر هست، یعنی که این حدیث، این متن فقط از یک شخص روایت نشده است، از یک صحابی به شاگردانش روایت نشده است، بلکه از چندین صحابه این متن و همین واقعه روایت شده است. و وقتی این خل باشد به سند ضعیف قوت داده می شود، چون که وقتی که یک تا سند باشد ما یعنی خواتیر می شویم و علمای حدیث می فهمانند که همین آدمی که خاطرش خیلی
کمزور هست، خیلی ضعیف هست، می توانسته باشد که در اینجا در نقل کردن همین متن خطا کند. خوب، وقتی که مثلا همین عاصم ابن عبیدالله وقتی که از همین عبدالله شنید و عبدالله از پدرش شنید و پدرش از پیامبر صلی الله علیه و آله وقتی که شنید، پیش از آن که به شعبه همین حدیث رو بیان کند شاید خطا کرده باشد. پس ما باید همین حدیث رو ضعیف بگوییم و یعنی از جهت حکم استخراج کردن هم باید چی کنیم؟ یعنی باید احتیاط کنیم. اما چون که این حدیث رو نه فقط عاصم ابن عبیدالله و همین سند روایت کرده است، بلکه دیگر اسانید هم وجود دارد که دیگر اشخاص می باشند، از همین جهت هست که همین سند یعنی به درجه حسن بالا می شود و حسن از سبب غیرش. پس در اینجا امام ترمذی چی میگوید؟ و فی الباب عن عمر و ابی هریره و سهل بن سعد و ابی سعید و انس و عایشه و جابر و ابی حضرة الاسلمی رضی الله عنهم، که در این بابی که من آوردم نه فقط همین سند هست به همین متن، بلکه برای همین متن و برای همین واقعه دیگر اسانید هم وجود دارد که بر میگردد به همین صحابه. از ابو هریره هم روایت هست از شاگردانش، از سندش، از سهل بن سعد هم، از ابو سعید هم، از عایشه رضی الله عنها هم، از انس هم، از جابر هم و غیره رضی الله عنهم. فهمیدین؟ پس چون که خیلی زیاد، یعنی دقت کنید، 1 2 3 4 5 6 7 8 قریب 8 تا سندهای دیگر وجود دارد برای همین متن. فهمیدید؟ برای همین واقعه، یعنی که همین سبز را که میبینید عوض میشود به دیگر استادا و شاگردان، به دیگر راویان که این را از دیگر صحابی همین واقعه را شنیدند. پس وقتی که اینقدر زیاد مردم یک واقعه را بیان میکنن، گرچند که در بین اینها بعضی ها خاطرشون خوب نباشد و خیلی ضعیف باشد، این به ما اشاره میکند که این کسانی ضعیف خطا نکردند. فهمیدین؟ و این را گفته میشود حدیثی حسن لغیره. و حکم چیست؟ گرچند که من الکی با شما اشاره کردم، جمهور علمای حدیث و فقیهان بر همین متفق هستند که حدیثی صحیح با هر دوی نوعهایش و حدیثی حسن با هر دوی نوعهایش مقبول هستند و برای حجت یعنی برای دلیل شرعی استفاده می شوند. چی حدیثی صحیح باشد همه 5 شرایط را داشته باشد، چی حدیثی صحیح لغیره باشد که یعنی اصلا حسن لذاته هست، اما چون که سند دوم و سوم با وجود می آید برای همان متن قوت می دهد و یعنی بالا می کند به درجه صحیح لغیره. چی حدیثی حسن باشد و چی حدیثی حسن لغیره باشد که حسن لغیره اصلا ضعیف هست، اما چون که خیلی زیاد سندها دارد، یعنی از سبب تعدد طرق گفته می شود، از سبب کثرت بودن و زیاد بودن سندهای یعنی راویان همین حدیث بالا می شود به درجه حسن لغیره، همه این 4 نوعها همچون دلیل گرفته می شوند و این خیلی یک نقطه مهم هست و کاش که این مردمانی که اینقدر می جنگند و یعنی به دلیل پرسیدن و به دلیل دادن یعنی خیلی تیار هستن، کاش که از همین نقطه‌ای که خیلی نقطه یعنی اساسی هست در فن حدیث، کاش که با خبر می داشتن، با خبر می بودن. آنها چون که با خبر نیستن، یعنی فقط در کلامشان همین هست که آیا تو حدیثی صحیح داری؟ اما اگر شما بپرسید از این خیل خواهرها که خوب 5 شرایط حدیث صحیح چیست، خاموش می ایستن، والله خاموش می ایستن. چون که کسی که من برای شما گفته بودم، کسی که علم دارد، کسی که وقت خود را یعنی حتی یعنی وقتهای خوش خود را یعنی حتی صحت خود را برای علم بدهد، چی می شود؟ فروتن می شود، وزنینتر می شود، خاموشتر می شود، آگاه می شود که علم چیست و بین مذاهب و علما چرا اختلاف شده هست و چرا ما نمی توانیم که دعوا کنیم که فقط من بر حق هستم. فهمیدید؟ برای همین هست که از جهت دلیل کسانی که حدیثی صحیح گفته یعنی دعوا میکنن با آنها گوش نکنید، چون که آنها حتی نمیدانند که از جهت دلیل شرعی 4 نوعهای حدیث قبول شده میتواند و در این یعنی فرقی نیست بین عالم حنفی و بین عالم شافعی و یا مذهبی باشد و یا لا مذهبی باشد. آنها این نقطه ها رو خیلی زیادتر و بهتر یعنی میگویند و میفهمانند که این نوعها همه نوعهای مقبول هستند، یعنی که از جهت دلیل شرعی گرفته میشوند.
اگر حدیث حسن لذاته باشد، حسن لغیره باشد، این هم همچون دلیل گرفته می شود. بله اگر در یک مثلا موضوع اگر حدیثی صحیح باشد و حدیثی مثلا ضعیف باشد یا حسن لغیره باشد، بله این درست است که حدیثی صحیح رو باید تقدیم داده شود، پیش داده شود و به حدیثی که صحیح تر هست به همان عمل کرده شود. اما من برای شما اشاره کردم که حتی برای حدیث حکم دادن هم علما بین خود اختلاف میکنن، فقیهان مذهب بین خود اختلاف میکنن. و نقطه دوم این است که برای عمل کردن یا برای حجت گرفتن یا دلیل گرفتن فقط صحت حدیث یعنی شرط نیست، دیگر شرایط هم وجود دارد که آیا حدیث معمول بهی هست، آیا بخلاف این حدیث یکم حدیث دیگر هست، آیا در این موضوع یکم حدیثی صحیح دیگر هست. مثلا میتواند که دو حدیث باشد که به مقابل خود به مقابل هم دیگر معلوم شوند در یک موضوع، اما هر دوی سندهایشان صحیح باشد. پس ما چه خیلی در بین اینها حل میکنیم؟ یعنی این گپ ها خیلی یعنی تفصیلات دارد. پس انشالله شما همین خیلی قدم به قدم پیش روید، آیسته آیسته همه اختلافاتی یعنی حدیثی را هم میفهمید، فقهی را هم میفهمید. و در آخر اگر خواستید که حدیث های حسن را پیدا کنید برای بخش حدیثی صحیح، بله کتاب های هست که فقط حدیثی صحیح را برمیگیرند. اما برای حدیثی حسن این خیلی کتاب های نیست که فقط مصنفش یا اینکه مؤلفش حدیثی صحیح را جمع کرده باشد. اما در بعضی کتاب های حدیثی حسن یعنی با کثرت موجود می باشد. برای همین من برای شما همین نام های کتاب ها رو پیش کردم. مثلا در جامع امام ترمذی که همین مثال های درس امروزه رو ما از همونجا پیش کردم برای شما. خیلی زیاد حدیث های حسن دارد و حدیث های صحیح هم دارد، حدیث های یعنی حسن غیره هم دارد یعنی که اصلا ضعیف هستند، این هم دارد. و در کتاب سنن امام ابو داود رحمه الله هم حدیث های حسن خیلی زیاد هست، حدیث های صحیح هم هست، اما بیشتر حدیث ها یعنی حدیث های حسن در همینجا پیدا کرده می شود. و سنن امام نسائی هم حدیث های حسن خیلی زیاد دارد و یعنی از دیگر درجه ها هم دارد. و سنن امام ابن ماجه هم حدیث های حسن دارد و سنن امام دارقطنی خیلی زیاد حدیث های حسن دارد. این بعض منبع ها و مظنات گفته می شود، بعض منبع ها و مصدرهای حدیثی حسن می باشد. انشالله همین نام های کتاب ها را آشنا شوید. این 4 کتاب اولی را جامع ترمذی و سنن ابی داود و سنن امام نسائی و ابن ماجه، این 4 کتاب را از سنن الاربعه گفته می شود، یعنی که 4 کتاب های سنن. گرچند که جامع ترمذی را جامع گفته می شود، اما سنن هم بعضی وقت گفته می شود 4 سنن. خوب، این یک فایده الهی هست. درس را در همین جا بس میکنیم ان شاء الله. سبحان الله و بحمده، سبحانك اللهم و بحمدك، نشهد ان لا اله الا انت، نستغفرك و نتوب الیک. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.